به نام خدا سلام عرض میکنم خدمت همه دوستان. قبل از هر چیزی ازتون میخوام که اینا حتما تهیه بکنید و هر یونیتی که میخوایم خورد بکنیم رو خودمون دیگه مشخص میکنیم جزئیاتش رو. به عنوان مثال یک کمدی تمام قد 34 سانتی رو به این شکل ما زمینیش رو یعنی قسمت پایینش رو جدا با پایه مشخص میکنیم و قسمت بالا رو جداگونه خورد میکنیم. کمدی زمینی و کمدی بالا. یونیت زمینی کف و کامل میگیریم دیگه 34 در 62. پهلو 16 میل تو دل میشینه، میشه 120 ممیز 4 در 62. چرا تعداد 4 تا؟ چون ضرب در 2 هست. طاق کار به شکل قید هست چون یونیت زمینیه و قرار روی این یونیت یه یونیت تیکه بالای کمد بیاد، یا اینکه اگه کابینت زمینی باشه صفحه کابینت روش میاد. پس ما یونیت های زمینی رو طاقش رو با قید 7 سانتی میگیریم، یه طول نوار. تعداد رو دیگه تکرار نمی کنم چون ضرب در 2 هست، همه 2 برابر میشه. دوباره طبقه ما تو دل 34 میشه 30 ممیز 8 در 59. چرا 59؟ عمقمون گفتیم هرچی هست منهای 3 سانت میکنیم برای طبقه. پشت کار رو دوستان ما یه قید کامل بالا و یه قید کامل پایین میدیم. قسمت پشت یونیت 8 سانتی میگیریم که با قیدای نواری قاطی نشه موقع نوار زدن. فیبر کار از ارتفاع 1 سانت کم میشه، از عرض 2 سانت. اما قسمت بالای کمدی رو مثل کابینت هوایی خورد میکنیم. تعدادش هم 2 تاست. 34 کفش میشه 30 ممیز 8 تو دلشه دیگه در 62 که عمق کار هست. تعداد 2 تا چون 2 تا یونیته. این شم به معنی شیار هست. ارتفاع رو کامل میگیریم یعنی پهلوها رو کامل میگیریم. 122 در 62 تعداد 4 تا بازم شیار داره. طاق کار ببینید از قبل اینجا مشخص کردیم. طاق کار میشه 30 ممیز 8 دیگه ما اینو قید نمیگیریم، 60 سانت کامل میگیریم یعنی 2 سانت کمتر از عمق یونیت دیگه. قرار نیست بالاش چیزی بیاد دیگه. طبقه کار رو تو دل از این ور 3 سانت کمتر از عمق. پشت کار رو 8. فیبر کار از ارتفاع 1 سانت کم میشه 121 و از عرض 2 سانت میشه 32. در یونیت رو از ارتفاع 4 میل بادخور بهش دادیم و از عرض 3 میلیمتر. میتونیم 4 میل هم بدیم بادخورشو. یونیت بالا یخچالی ما به جای اینکه بیایم اینو یه تیکه 125 سانت بسازیم 2 تا یونیت 62.5 ساختیم که بتونیم پشت هر کدوم یه فیتینگ جدا بدیم. استحکام کار قطعا بیشتر خواهد بود. کف کار تو دل 62.5